این کروکه. کروک تو کافه نشسته بود و داشت به دور و برش نگاه میکرد. کافه عجیبی بود. رو دیوارش نوشته بود کافه تریدرها. کروک از یه تمساح کت شلواری پرسید به نظرت برم فارکس ترید کنم یا کریپتو؟ تمساح کت شلواری گفت ببین بهترین بازار فارکسه. اینجا ارز کشورها مثل دلار و یورو ترید میشن و قانونمنده. نقدینگیش بالاست، ریسک کمتر و ساعت کاری مشخصی هم داره. یه نفر از اون طرف با هودی داد زد اگه بازار همیشه روشن میخوای کریپتو بهترینه. شب و روز میتونی معامله کنی، از بیت کوین تا صدها آلت کوین. تمساح کت شلواری با عصبانیت دمشو تکون داد و گفت ولی کریپتو پر از نوسانه. میتونه یه شبه صدفاتو نصف کنه. هودی پوش هم گفت فارکس هم تحت نظارت بانک و حکومته، ولی کریپتو رو کسی کنترل نمیکنه، یعنی آزادی کامل. یهو دعوا شد. این میگفت فارکس بهتره، اون میگفت کریپتو سلطان بازاره. لیوانا و صدفا پرت میشدن وسط کافه. کروک که با چشمای گرد و متعجب مونده بود، زیر لب گفت پس الان کدومو انتخاب کنم؟ خب الان شما بگین. کروک باید کدومو انتخاب کنه؟